اگر طرفدار تست طعم‌ها و مزه‌های جدید هستید، پیشنهاد میکنم تا انتهای این کلیپ همراه من باشید. سلام به روی ماهتون. بریم با یه آبگوشت مرغ فوق‌العاده دلچسب و خوشمزه، راحت و آسون. به پیشنهاد یکی از دوستانم این آبگوشت مرغ رو درست کردم. فکر نمی‌کردم انقدر خوشمزه باشه، اونم تو دیزی سنگی که طعمش قوقا و واویلا بود. حتما امتحانش کنید. توضیحات لازم و میزان مواد رو در کپشن همین پست گذاشتم، حتما رعایت بفرمایید. یه دو نکته بگم خدمتتون، از رون مرغ استفاده کنید که حالت ماهیچه‌ای تر هستش. یه سرتفتی حتما توی اون پیازداغ و مواد و ادویه‌تون رون مرغ رو بدید، خیلی کم. بعد به جای لوبیا سفید میتونید از نخود یا از لپه استفاده کنید. من لوبیا سفید استفاده کردم، طعم فوق‌العاده‌ای داشتش. مواد این آبگوشت رو همه رو اول بهش اضافه کنید. از نمک و لیمو و فلفل و ادویه بگیرید تا سیب زمینی و مرغ و موادتون رو. پیازتون رو حتما تفت بدید و اینکه بذارید به دل سرد تقریبا 1 الی 2 ساعت خوب جا بیفته. فوق‌العاده است، امتحان کنید. به فعال عزیزی که بیشترین دوستاش زیرین پست کنه، به رسم یاد بود و طبق روال همیشه از ادویه جادویی مادر بزرگ تقدیمش میکنیم. هایلایت ها و استوری ها رو دنبال کنید. ممنونم که هستید و ممنونم که نظرات و تجربیاتتون رو با ما تو کامنت ها به اشتراک بذارید. همراه من باشید.